به نام خدا. درختان. یک درخت دودویی ساده‌ترین شکل درخت میباشد که از 3 مجموعه تشکیل شده است. مجموعه اول یک عنصر به نام ریشه دارد و 2 مجموعه دیگر به نام زیردرخت چپ و زیردرخت راست موسوم است. هر یک از زیردرختان میتواند تهی باشد. در شکل فو آ ریشه درخت، ب ریشه زیردرخت چپ و س ریشه زیردرخت راست میباشد. همانطور که در شکل میبینید زیردرخت چپ و راست بی شامل ای و دی هستند. هر عنصر درخت دودویی گره نامیده میشود. در مثال قبل 9 گره وجود دارد. گره‌ای که زیردرخت چپ و راست خالی داشته باشد برگ نامیده میشود. اگر آ ریشه و بی ریشه زیردرخت چپ یا راست آن باشد، آنگاه آ را بی را پدر بی و بی را پسر چپ یا راست آ مینامیم. اگر آ پدر بی یا پدر چند گره بالاتر از بی باشد، آ را جد بی و بی را نوه آ مینامیم. اگر بی پسر چپ آ یا نوه پسر چپ آ باشد، آنگاه بی نوه چپ آ محسوب می‌شود. تعریفی مشابه برای نوه راست نیز می‌توان ارائه داد. اگر 2 گره فرزندان چپ و راست یک پدر باشند، با هم برادرند. نکته: در برخی کتاب‌ها به جای کلمه پدر از کلمه والد یا پرنت استفاده می‌شود، به جای پسر از واژه فرزند و به جای برادر از واژه همزاد استفاده می‌شود. درخت دودویی محض: درختی که هر گره آن یا فرزند ندارد یا 2 فرزند دارد. یک درخت دودویی محض اگر n برگ داشته باشد، 2 n منهای 1 گره دارد. یک درخت دودویی کامل می‌تواند به شکل زیر شماره گذاری شود. در برخی کتاب‌ها سطر را از 0 شروع می‌کنند. مثلا درخت بالا 3 عمود دارد. درخت دودویی پر: درختی که محض باشد و تمام برگ‌های آن در یک سطر قرار داشته باشند. شکل‌های 1، 2، 3 هم محض هستند هم پر. ولی شکل 4 فقط محض است. درخت دودویی پر باید ساختار مثلثی شکل داشته باشد. اگر درخت دودویی پر عمقی برابر دی باشد، تعداد گره‌های آن برابر است با قسمت پایین. درخت دودویی کامل: اگر درخت دودویی کامل دی شرایط زیر را داشته باشد، آنگاه 1. کلیه برگ‌های آن حداکثر در 2 سطح دی و دی منهای 1 واقع شده باشد. 2. درخت از چپ به راست پر شود. 3. اگر آخرین سطر برگ درخت حذف شود، یک درخت پر پدیدار شود. یک درخت دودویی کامل می‌تواند به شکل روبرو شماره گذاری شود. ریشه شماره 1: هر فرزند چپ 2 برابر پدرش، هر فرزند راست 2 برابر پدرش به اضافه 1. یک درخت دودویی کامل را می‌توان به کمک آرایه پیاده‌سازی کرد. در این صورت فرزندان چپ و راست هر یک از عناصر آرایه در موقعیت‌های 2 برابر و 2 برابر پلاس پلاس قرار دارند. همچنین برای پیدا نمودن پدر هر گره کافی است اندیس مربوط به آن را تقسیم بر 2 کرده و جزء صحیح آن را انتخاب نمود. اعمال ابتدایی روی درخت دودویی: چند عمل ابتدایی را روی درخت دودویی میتوان انجام داد. قبل از شرح این اعمال میبایست ساختار گره را بررسی کرد. یک گره در ساده‌ترین حالت میتواند مشابه گره‌ای در لیست 2 پیوندی باشد. اگر از چنین روشی استفاده کنیم، پیمایش به سمت بالا امکان پذیر نیست. برای حل این مشکل در پاره‌ای از موارد اشاره‌گری به سمت بالا در گره ایجاد می‌شود. در نتیجه میتوان گره را با ساختمان زیر پیاده‌سازی کرد. منظور ما از یک درخت نرمال درختی است که تفاوت سطح برگ‌های آن به طور کلی زیاد نباشد. واضح است در بهترین حالت دنبال یک درخت پر یا کامل باشید. نکته: اگر از این حالت ایدئال را در نظر بگیریم، طبق آنچه گفته شد عمق درخت پر از رابطه زیر به دست می‌آید. حال فرض کنید که خواسته باشید در میان لیستی از عناصر تکراری را یافته یا حذف کنید. یک روش برای این کار این است که عنصر اول را با n منهای 1 عنصر باقیمانده مقایسه کنید و در این مسیر عناصر تکراری را چاپ کنید. تعداد مقایسات n منهای 1 باشد. سپس عنصر دوم را با n منهای 2 عنصر باقیمانده مقایسه کنید. در این صورت n منهای 2 مقایسه دیگر انجام می شود. این کار تا انتهای لیست باید تکرار شود. در این صورت تعداد کل مقایسات از رابطه زیر به دست می آید. روش بهتر استفاده از یک درخت دودویی است. در این روش عنصر اول لیست ریشه درخت را می سازد. عناصر باقی مانده به گونه‌ای وارد درخت می‌شوند که ریشه هر زیر درخت از نوه چپ بیشتر و از نوه‌های راست کمتر. پیمایش درخت: پیمایش درخت حرکت در سرتاسر درخت و ملاقات تمام گره‌هاست. 3 روش پیمایش در درخت‌ها وجود دارد: 1 پیمایش پیش ترتیب، 2 پیمایش میان ترتیب و 3 پیمایش پس ترتیب. برای
پیمایش پری اوردر 3 عمل زیر باید انجام شود. 1. ملاقات ریشه. 2. پیمایش زیر درخت چپ به روش پری اوردر. 3. پیمایش زیر درخت راست به روش پری اوردر. برای پیمایش این اوردر 3 عمل زیر باید انجام شود. 1. پیمایش زیر درخت چپ به روش این اوردر. 2. ملاقات ریشه. 3. پیمایش زیر درخت راست به روش این اوردر. برای پیمایش پست اوردر 3 عمل زیر باید انجام شود. 1. پیمایش زیر درخت چپ به روش پست اوردر. پیمایش زیر درخت راست به روش پست اوردر. 3. ملاقات ریشه. نکته: یکی از روش‌های مرتب‌سازی استفاده از درختان دودویی است که درخت مربوط به پیدا کردن اعداد تکراری به گونه‌ای ایجاد کنید که عناصر تکراری نیز داخل درخت درج شود. با پیمایش این اوردر آنها اعداد به ترتیب صعودی سورت می‌شود. به چنین درختی درخت جستجوی دودویی محض گفته می‌شود. نکته: می‌توان یک عبارت حاوی عملبندها و عملگرها را به واسطه یک درخت دودویی محض پیمایش کرد. بدین منظور ابتدا عبارت را پرانتز گذاری کرده و سپس از داخلی‌ترین پرانتزها زیر درخت می‌سازیم و درخت را از پایین به بالا تکمیل می‌کنیم. اگر درخت به درستی ایجاد شده باشد، 3 پیمایش پری اوردر، پست اوردر و این اوردر آن به ترتیب معادل پری فیکس، پست فیکس و این فیکس را تولید می‌کند. درخت‌های دودویی نخی. اگر در ساختارهای درختی دقت کنید خواهید دید که اشاره‌گر لفت و رایت تمام برگ‌ها نول میباشد. همچنین گره‌هایی که فقط یک فرزند داشته باشند صاحب یک اشاره‌گر نول نیز هستند. تعداد زیاد اشاره‌گرهای نول که به دست استفاده مانده‌اند ایده‌ای برای تولید درختان به نام درختان نخی شده است. در درختان نخی هر اشاره‌گر نول که از گره خارج می‌شود به گره‌ای اشاره خواهد کرد که در پیمایش این اوردر گره بعدی یا قبلی محسوب شود. اگر اشاره‌گر رایت تویی باشد، آن را به گره‌ای وصل می‌کنند که در پیمایش این اوردر گره بعدی ما محسوب شده، وگرنه به گره ما قبل وصل می‌کنیم. مثال: در درخت زیر اشاره‌گرهای نخی را به درخت اضافه کنید. نمایش لیست‌های پیوندی با استفاده از درختان دودویی. همانطور که به خاطر دارید در یک لیست پیوندی رسیدن به کامین عنصر مستلزم پیمایش کار منهای یک عنصر ماقبل است. میتوان یک لیست را روی یک درخت سوار کرد به گونه‌ای که یافتن یک عنصر خاص با سرعت بیشتری انجام شود. به مثال زیر توجه کنید. میتوان عناصر این لیست را به عنوان برگ‌های یک درخت دودویی قرار داد، با این شرط که با پیمایش این اوردر ترتیب عناصر لیست حفظ شود. یک نمونه از چنین درختی به روش زیر است. با تشکر. پایان.